خب اومدیم HEB. اینجا قیمتاشون رو زده که الان پوندی $3.48. هر پوندم بکنم 463 گرمه. این نکتارین گیلاس یه پوند $6. یه پوند بودم نیم کیلو. و زردالو پوندی 4.28. هرگز هم به طعمش فکر نکنین که خوشمزه هست اصلا. این آلو قرمزا بسیارم شلم هست، پوندی $4. همین ترتیب اینا هندونه های پرسونال هست، یه نفره کوچیکه. اینو $3.87. این میوه تگزاس روتس گلدن، مثلا نمیدونم چیه، تو اینجا هیچی مزه خاصی نداره. ما زیاد تلاش نمی کنیم مزه کنیم. این همینجور حالبی $2.97. اینو بکنم دونه این الان قیمتش پایینه. آناناس هر دونش $4.28 که تقریبا دیگه از دست رفته دیگه، انقدر مونده. رنگ و روش هم خراب شده. مزه و ایناش هم ترشه همیشه، هر که نرسیده میچیننشون ترشن. $4.28. پاپایا من خیلی دوست دارم. اینم پوندی نزده، من نداره فکر کنم. انبه یه دونش 50 سنت. اینا از اون ارزون قیمتش. اینا ترمریک زردچوبه 6 اونسش $3.98. یعنی الان همین یه دونه $3.98. گواوا، آلوبرا، کیوی دونه 58 سنت. این از این میوه ها دونه 398. دراگون فروت مورد علاقه منه. این هم نمیدونم یوکارپی، ما اصلا اینا رو امتحان نمی‌کنیم. اینو ما گرفتیم جای سیب زمینی سرخش کردیم، اسمش جیکاما همچین چیزی. یه جوری هم لزجه، اصلا عجیب غریبه. سرخش کردیم یه مزه شیرینی داره، یعنی به پوندی $1.28. بکن مثلا این چقدر وزنشه، قیمتش هم فرق میکنه. هیچ یعنی ارزش خرید نداره. اما هر جا سرخ کنی خوشمزه تر میشه. نوع جینجر $3.87. اینا همینطور میوه ها، سبزیجاتش، اینا رو سریال سالاداشون رو آماده کردم دیگه که مثلا بریزن داخل ظرف رو بخورن، که اینجا کمترم سالاد اونجوری میخورن. $4.17 مثلا این سبد چیزه، سبزی است. این کاهوه که خود شده اینم الان $3.34. اینا اسفناج و این سبزواست، برای سالاد استفاده بشه آماده است. دیگه کلم هایی که آمادن، سبزیجاتشون هم اینجوری یه بسته این شکلیه. حالا اگه بخوای قرمه سبزی چیزی درست کنی همینا رو باید بگیری. این الان 48 سنت دونه. اینا 68. این جعفری 88. باهو پوندیه فکر کنم دونه. این دونش $2 حدودا. Yeah, sorry. Yeah, no, you're good. این کلمه پارچه خوب شده $1.58. اینا فلفل دلمه‌ای، این دوتاش $3.48. فلفل سبزا همون قیمت.
اینا میکنم یه دونش 1.48. این رنگی هم همینجور یه دونش 1.48. یا این چندتا بند 1.97 قیمتش. دونه ای هم داره 68 سنت. مزهشون افتضاحه. کدو 1.48 پوندی هر پوندش. اینا رو اصلا من نگاه نمی کنم. فلفلای بسیار تند و این آووکادو خوبه. اینا هم دونه 70 سنته، ولی از اون یکی هم داره که بسته ای $8. این بسته $8. دیگه گوجه فرنگی این چند تا دونه $3. پیاز 2.38 پوندی 1.48. قیمت های مختلف. سیب زمینی مدل های مختلف داره. از این کوچولو هست، خیلی کوچولو. انواع مختلفه. این هم پوندیه. دیگه قسمت سبزیجات تقریبا تمومه. موز هم یه مقدار قیمتش خیلی خوبه. پوندی 54 سنت.